با تهیه برنامه‌های جالب و شنیدنی در قلب شنونده‌ها جا گرفتند. نام آنها با رادیو پیوسته است. در خاطر دارم که سال 90 بود که بار نخست به این درگاه قدم می‌نهادم و دلم رو همین جا گذاشتم، چون بعضی‌ها شاهد هستید که 3 مراتب از این درگاه رفتم با سبب‌های معلوم و بازگشتم به خانه پدرم. این دور نمی‌رود و باور کنید که 4 روز پیش من استادای خود خوب دیدم. سالهایی که در رادیوی تاجیکستان سپری کردم تنها سالهای کار نبودند. اینجا مکتب زندگی، مکان صمیمیت و نفس جانم بود و شکرانه که یک دهن نان حلال را از همینجا یافتم. چند روز باز بیا که همین چیزی را از بند دیلم جدا کرده شدم. هم خیلی حالتی باز دیگه خوب نیست و لیکن باز طلباتای دیگر هست، قانون مهنت هست، پر کردن افیر است